مرحله دوم بازی‌های ورزشی از نمود والیبال با ابتکار ریاست کار با جوانان در همدستی با مکتب ورزشی تشکیل گردید. از حساب بانوان 4 دسته‌های خاروق 1، خاروق 2، شغنان و رشقله شرکت ورزیدند. مقصد از برگزار نمودن چنین مسابقه ورزشی پیش از همه تشکل طرز حیات سالم و معین نمودن دسته‌های بهترین از حساب جوان دختران بانوان و پیدا نمودن چهره‌های نو ورزشکاران میباشد. امروز ما در عرفه تجلیل روز جوانان جمهوری تاجیکستان قرار داریم و خوشبختانه این مسابقه با تجلیل با شکوه روز جوانان تاجیکستان راست آمد و خیلی که همگان شاهد هستند. امروز ما در تالار مجمع ورزشی شهر خاروق قرار داریم و اینجا سبقت یعنی بین جوان دختران ولایت مختار کوهستان بدخشان بهر برآوردن غالب مسابقه در مرحله دوم بازی‌های ورزشی طبق تقویم تصدیق نموده کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود و در این سبقت دسته‌های خاروق 1 و 2 بین هم قوه آزمایی نمودند و دسته خاروق 1 به مسابقه دانسته شد. مقصد از تشکیل و برگزار نمودن چنین مسابقه های ورزشی از اون عبارت است که هرچه بیشتر متوانیم جوانان را به تحکیم طرز حیات سالم یعنی توسط هر گونه ورزش ها از نمودهای ورزش های سبک و بین هم قوه آزمایی نمایند. والیبال باز دختران ولایت در سطح جمهوری بهترین به حساب رفته پیوسته غالب مسابقه های گوناگون گردیده ایستادند. مسئولان نیت دارند که چنین مسابقه ها را برای بلند برداشتن مهارت کسبی ورزشکاران برگزار نموده برای به سطح صفتا نو برآوردن مهارت کسبی ورزشکاران مساعدت نمایند. مسابقه ورزشی از نمود والیبال بین بانوان در شهر خاروق برگزار گردید. در مسابقه 4 دسته اشتراک نمودند. دسته خاروق 1 و دسته خاروق 2 و رشقله و شغنان در مسابقه سبقت نمودند. ما دسته خاروق 1 توانستیم در مسابقه سزاوار جای یکم گردیم. اشتراک کنندگان از آن اظهار قناعتمندی می نمایند که در چنین مسابقه ها شرکت ورزیده مهارت کسبی خویش را باز هم تقویت بخشیده در مسابقه های سطح جمهوری نیز فعالانه شرکت می ورزند. دسته های خاروق 1 و خاروق 2 در بازی فینالی با هم سبقت نموده دسته خاروق 1 غالبیت را به دست آورد. دسته خاروق 1 جای اول، خاروق 2 جای دوم و دسته رشقله جای سوم را اشغال نمودند. والیبال مسابقه از جانب دستاندرکاران مسابقه، نماینده جوانان و مسئولین مکتب ورزشی با افتخارنامه و مدال‌ها قدردانی گردیدند. اینچنین دسته خاروق 1 که سزاوار جای اول و غالب مسابقه گردید با جام سرفراز گردانده شد.